جریان‌های گلوبالی امروزه تقاضا می‌کند که سطح دانش‌های سیاسی مردم ما نیز همقدم زمان باشد و باید همگان بیشتر حق و حقوق‌های خود را بدانند و پیش از همه از مجبوریت و مسئولیت و وظیفه‌داری نیز نباید فراموش سازد. امروزها در تمام اقیانوس رسوبیکمان تحت تشبوس وزارت عدلیه ازبکستان تدبیرها تحت عنوان عکس حقوقی برگزار می‌گردد. مقصد از برگزاری این تدبیرها پیش از همه به بلندبراشترین دانش‌های سیاسی شهروندانمان روانه شده است. در دایره عکس مذکور در شعبه تندرستی ناحیه با تشبوس شعبه عدلیه ناحیه تدبیر برگزار گردید. در این بهمایی خادمان ساحه طب، کارمندان شعبه تندرستی و کارمندان نقطه‌های طبی دهات و پلیکلینیک‌های عائلوی اشتراک کردند. در این بهمایی سرور شعبه عدلیه ناحیه بنیادجان اینظرف، مصلحتگر سرور شعبه عدلیه الهامجان مدمین و سرور شعبه مرکز خدمت‌رسانی یوریدیکی اکتامجان ارگشفا با حاضران درباره نوگانی‌های با کنستیتوسی نو ازبکستان وارد گردیده و عاید کادکس نو مهنت معلومات خود دادند. من امروز از شعبه عدلیه ناحیه خادمان عدلیه آمدن و خادمان طب حقوق مصلحت دادن. ما خبر ما به نزدیکی و قاموس ریسپوبلیک ازبکستان دیگرگونه ها درآورده شد از 3 اپریل. در همین موضوع با ما بسیار صحبت های جالب شد و حقوق ما بسیار نمیفهمم چیزا ما خادمان عدلیه فهمونده دادن. از این جمله من برآمدن تعطیل مهنت ما میدونستم 21 روزی کار میبرامدم. حاضر من روزی کلندر بده است. من خودم 30 روز برآمدم به حقش بده است. از این جمله با اگر سال کارش بسیار باشد با علاوگی روزی هم امتیاز باز تیسیس همین تدبیرها شده است. همه ما حقوق خود را میدونیم. مهنت کودکسی اما نوگری که شد همین خادمان طب، نه فقط خادمان طب، اصلا هر یک خادم همون دانستن شرط به ضرور است. همچنین در رابطه به همای کارمندان ساحه طب عاید کاربست نمودن امتیازهایی که نسبت به خادمان ساحه طبیات داده شده است سوالها داده پاسخها گرفتند. باید گفت که در این بهمایی بسیار مسئله های مبهم نیز در دایره قانون مورد تحلیل محاکمه قرار گرفتند. Jumladan shifokorlar tomonidan uzoq yillik mehnat staji uchun olinishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mehnat ta'tillari asosan so'raldi. Shu savollarga javob berilib, har bir xodim ishlagan davriga mutanosib ravishda 2 kunlik qo'shimcha mehnat ta'tili olinishi mumkinligi tushuntirib o'tildi. Xususan 5 yildan 10 yilgacha ishlagan xodimlarga 2 kunlik, 10 yildan 15 yil ishlagan xodimlarga 4 kunlik, 15 yildan 20 yil ishlagan xodimlarga 6 kunlik va 20 yildan ortiq ishlagan xodimlarga 8 kunlik qo'shimcha pul to'lanadigan mehnat ta'tili borligi haqida tushuncha berilib, xodimlarda hamma qiziqtirilgan savollarga javoblar berildi. در این بهمایی که برگزار شدنش بسیار مفید بود، برای خادمان ساحه نیز بسیار منفعتناک بود، چون که خادمان ساحه طبیات ناحیه به بسیار سوالهای خود جوابها گرفتند.